من بچه ها خوش اومد به این ویدیو. امروز اومدیم ببینیم که سایرن هد و 5 تا وارده ببینیم کدومشون برنده میشه. اگر میخواین پارت بعدی هم بذارم حتما تو کامنت ها بنویسید ببینیم سایرن هد بهتره یا وارده. لگم اوکی لحظه بچه صبر کنین. خب آقا برو بریم. بچه من میخوام اسکین بگیرم و یعنی دیگه این اسکین هم نباشه، این دیگه اسکین هم نباشه و آره دیگه اسکین هم نباشه و این جدید بگیرم برای خودم. what چونی؟ خب تمام ماد ریختم من. میم اینجا یه دونه سایرن هد و وارده. نه این سایرن هد این چیه؟ این برای مادم بود و ازش وسیله نمیگرفت تخت اینو بپوش. خب آقا برو بریم ببینیم چه بشه اول. فروزن بریز اوکی اشکال نداره. آقا بریم جای خوب اسمم کنیمش. اینجا که نه بچه، اینجا خیلی جای خوبیه بچه. بذارید 5 تا واردین بذارم 1 2 3 4 5. اینم یه دونه سایرن. 10 تا سایرن هد گذاشتم. جا بیا از اینجا بریم. وای خراب شد. خواستیم یه دونه سایرن هد بذاریم نشد بچه ها ببخشید. 1 2 3 4 5 یکی فقط سایرن هد. آقا بریم چی میشه. از اون تا رو نیده بودم. ببخشید مات سایرن هد سنگین اینجوری میشه. سایرن هد با یه شات بکنم میکشد اینا رو. بندری میزنم بزنشون دیگه. همینجور میزنم میمیرم. انگار طور داره سایرن هد. بچه ها مردن. وای بچه ها وارده مرد. بذار اینجا هم براتون نشون بدم.